آقا سلام بچه، یه تچمند مکتن واسهتون آوردم مشتی گاد. اینجا یه نید میندازم داداشمون رو کامل میگیره دان بشون که هیچ. بچه اگه یکم صدا بد میاد تازه میدونی کارمو شروع کردم، میکروفون اینا نیست دیگه. داداشمون دان شد با امفور میریم این یکی داداشمون امفور ماسه باسه نمین بود بگرنه تچمندش واسهتون میذاشتم بچه. ولی اصلا این امفور جوکر و چلفت و پامکین رو همه گرفتن، یعنی فکر کنم تنها کسی که نگرفته فقط منم. ولی نه واسه امروز جمعه است، واسه شنبه 80 دور بچه، 80 دور من این گردونه کریت رو میزنم. امیدوارم که دیگه بهمون بده، ویدیوشم شورتی میکنم واسه تو میذارم بچه. اینجا تازه ریوایو شدم، داداشمون نزدیک بود با پیستول منو بزنه، پشمام ریخته بود. خب دیگه از سطح نوبی خودمه واقعا. ولی نه بچه، اتچمنت مکتم واسهتون کشیدم الان، اینی که دستمه. بودم برم داداشمونو بزنیم، دیدم یه چاپر اومد، گفتم حاجی در برم. فقط اینجا در رفتم، اصلا حواسم نبود اینجا یه دره هست، افتادم تو دره. داداشمون با شاتگان اومد، منم مقتنی، یعنی بچه مقتنی خوراکی شاتگان یعنی هر شاتگانا رو میخوره. این داداشمون تو یه ثانیه دان شد. اومدم پشت کاور بچه، یکم صدام گرفته است، مریضم هم صدا بد میاد، اصلا فکر کنم صدا اصلا تو این ویدیو نیاد واقعا بچه. اینجا میایم پشت گاور، داداشمون میاد میگیریم روش، نزدیک بود ما رو بزنه ولی نه میریم بالا. ببینیم بچه اصلا مقدنه اینجا یکم میس دادم ولی مهم نیست، مهم که داداشمون رو زدیم، اصلا عشق کنیم عشق. آقا ببخشید صدا قطع شد بچه، اگه صدام یه کمی بد میاد ببین من دیگه تازه کارمو شروع کردم، میخواید چه دوری باشه اصلا مهم نیست. تا چند وقت دیگه هم یه میکروفون خوب، یه هدست خوب اینا رو میگیریم بچه. آقا از اولین کار بچه یه ساب کنین، زنگوله رو فعال کنین، الکی فعال نکنین. میگم چرا؟ اگه میخواین اتچمنت های گاد کالاف، چه میدونم اکانت های گاد کالاف، قرعه کشی بچه، قرعه کشی های کالافن ببینین یا شرکت کنید، کافی این چنل رو داشته باشین. همین بچه. قرعه کشی رو داشتم، اولین ویدیو شورتی کانالمه واسه اکانته بچه. ببینین واسه 20 آبان این قرعه کشی انجام میشه تو چنل با یه ویدیو احتمال شورتی یا نه نمیدونم، معلوم نیست. این یکی دیگه هم زدیم با این مکتین داداشمون. بیا پایین بچه. واسه 20 آبان قرعه کشی انجام میدم، هر کی دوست داشت شرکت کنه بچه. ببین فکر نکنم کسی زیاد شرکت کنه، خاطر همین احتمال برنده شدنش تو یا خودت خیلی بیشتره بچه. اینجا شاید بگین چرا نزدیش، ببین داشتم آروم میزدم، اگه میزدمش هم تیمی از پشت میومد منو میزد، بخاطر همین اصلا نزدمش، گفتم بره بچه. نگاه تو 2 ثانیه بچه، تو 2 ثانیه بندازی عقب، تو 2 ثانیه داداش میزدی، فقط 2 ثانیه کیفی داداشم مثل این پیچیه بود. خلاصی دیگه بچه، یکم ویدیو رو رفتیم جلو. بخشی بچه هنوز مریضیم اوکی نشده، هنوز مریض. بچه اینجا یه نگاه این اتچمنت بردارین، حتما این اتچمنت رو بردارین، دارید کم کم داریم آخر ویدیو میرسیم. میای این بالا، داداشمون اینجاست، بیا پایین. اصلا یه مکتن واسهتون چیدم گاد. بازی هم تموم شد، یه وینر مشتی. آقا دیگه کاری نداری، من برم، خدافظ.